ام حمود زانن دما سال 1946 لروجلات کردستانی لکانتونا اورمیه لباجار مهاباده پیشوا قاضی محمد کومار کردستان را گهاند لمیدان چارچرا کومار اعلان کرد و چاخه قاضی محمد دو تشتین گرینگ جبو کردستانی میراث اعلان چه بو ناو دو تشتی گرینگ یک سرودا نتوی مارشا ملیه کردستان عراقی بو گوتنین عراقی یه هلبستوان جوانی باشوری کردستانی یونس رعوف دلدار بون دبیجه کس نبی کرد دمرن کرد جین دبن جین دبه قد ناکبه آلا کردان او گوتن گلک بوات هیا بحثا کشن حالی دیگه گرو کام لکماری وگرن دما کمار هاتا راگاندن کی جان آل هاتا هلبجاتن بیگمان حالا کمار کردستانی کنها لسر اکرانی هونده بینن بلی لمهاباده اب آلج بو کمار کردستانی هاتا هلبجاتن و او مارشی عراقی بجیوکی سرودا نتوی هاتا هلبجاتن او آل هاتا هلدان دبن بی آلی ده سرودا عراقی هاتا خواندن کس نبی کرد مرن کرد جین دبن جین دبه قد ناکبه آلا کردان اگر کسک دیجی وی آلی در دکوه دوی دیجی خوش شرم بکه فدی بکه اگر کسک دیجی وی آلی در دکوه پیوستل دیجی سرودا نتوی دیجی عراقی بج در کوه اگر نخواستن دیجی عراقی در کوه پیوستل دیجی وی آلیج در نکوه جبر که دبن وی آلی در عراقی هاتا خواندن بله اب آل او عراقی سمبولا کمارا کردستانی نه پیوسته همو کرد خود در کوه دبن بانی وی آلی در و به ویست رو دیش شورش روجرات بسر بخن. بهویا روژن آزاد، جن جیان آزادی.